تا بعض مناطق افغانستان خب می‌بینی که تخریب کرده میره. نمی‌بونه که مردم پیشرفت کنه. که جلو وزیر باید جناب اشرف غنی رئیس جمهور و جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی باید این کارا کنه. جلو از این کارا گرفته شود. روز در روز این کارا زیاد شده میره، مردم روز در روز بیچاره شده میره. داعش گروه بسیار خطرناک است. مگم روز به روز داعش زیادتر شده میره. روز به روز دمی ولایت‌های ما فرضاً ولایت چیه مرکز ما اهم هستن. جلوگیری نمیشه از طرف دولت، باید جلوگیری از اینا شود. داعش هر گروهی که به ضد بشر باشه، خون بیگناه مردم را میریزنه، خاصتا در کشور عزیز ما که ما تقریبا 99% مسلمان هستیم، به دین اسلام مشرف هستیم. کشتن ازیاد بدون محکمه، بدون ناروا، بدون حق، این جفاست، این ظلم است.